همیشه بهترین و خاص‌ترین انحصاری‌ها از قدیم تا الان مال پلی استیشن و سونی بوده. سلام رفقا، به کانال گیم لاین خوش اومدید. تو این ویدیو قرار 15 از بهترین و خفن‌ترین و جدیدترین انحصاری‌های پلی استیشن 5 رو با هم ببینیم. یادتون نره که لیست بازی‌هایی که یا فقط انحصاری پلی استیشن 5 یا بعداً برای پلی استیشن 5 منتشر شدن. ترتیب بازی‌ها به هیچ وجه به ترتیب خوب بودن و بهتر بودن شماره گذاری نشد. پس بدون معطلی بریم که ویدیو رو شروع کنیم. شماره 15 دمون سولز قدیمی ترین سولزلاک فرام سافتوره که سال 2009 منتشر شده، ولی نسخه ریمیکش که منظرم خیلی هم ریمیک خفنی بود 2022 برای پلی استیشن 5 به صورت انحصاری منتشر شد. اگه فن بازی‌های فرام سافتور و سولزلایک‌های خفنشون باشید حتما باید دمون سولز رو بازی کرده باشید. همون دی ان ای اصلی سولزلایک‌ها رو داره، فضا سازیش عالیه، باس فایتاش به نسبت خیلی خوبه. تو نسخه ریمیکش هم کامبتاش و هوش مصنوعی باس فایتاش و انمیاش به نسبت نسخه قدیمیش خیلی پیشرفت کرده. کاستومایز کاراکترش و کاراکترهای آماده‌ش هم خیلی خوب شده و در کل سولزبورن دیگه. همچنان سخته، انمیاش رو مخی ان، داستانش پیچیده است، ولی اگه با الدن رینگ و دارک سولز تونستید ارتباط برقرار کنید یه سری به اولین سولزلاک تاریخ هم حتما بزنید. شماره 14 هورایزن فوربیدن وست. هورایزن فوربیدن وست دنباله سری اولش یعنی هورایزن زیرو دانه که 2017 منتشر شده بود. فوربیدن وست به نسبت زیرو دان گرافیکش و داستانش و مپش خیلی بهتر و بزرگتر و کارشده تر شده بود. در کل هورایزن بازیه که نظرم خیلی بهش کم لطفی شده، چون دنیای جهانبازش فوق العاده خوبه، گرافیکش و جزئیات مپش خیلی زیاده، سکانس‌های مبارزش و ویژوالش و مکانیک فایتش عالیه، کاراکتراش و داستانش خیلی متفاوت و منحصر به فرده، تنوع مپش و انمیاش خیلی زیاده که تمام این جزئیات و گرافیک و کامبت و گیم پلی توی فوربیدن وست به نسبت زیرو دان 2 برابر بهتر شده و در کل به نظرم یکی از خاص‌ترین و با کیفیت ترین انحصاری‌های پلی استیشن. شماره 13 اسپایدرمن مایلز موراز که یکی از اسپایدرمن‌های مورد علاقه خودم هم هست، یکی از خاص‌ترین و یونیک ترین اسپایدرمن‌هایی که تا حالا سونی ساخته. دلیلش هم کاراکتر جدیدش و شخصیت پردازی خوبش و داستان باحالش بود که بین سری‌های اسپایدرمن که فقط روی پیتر پارکر مانور میدادن خیلی متفاوت بود و فضای باحال‌تر و اسپایدرمن جدیدتری رو نشون میداد. از اونورم قابلیت‌های جدیدی که به مایلز موراز داده بودن مثل قابلیت ونوم و دیزاین لباسای باحالش و ویلنای خیلی متفاوت ترش بازی رو خیلی یونیک تر کرده بود. دنیای جهانبازش و ام پی سی هاش و طراحی نیویورک هم مثل همیشه و مثل همه اسپایدرمن‌ها عالی بود. شماره 12 هلدایورز 2 یکی از پرسر و صداترین و پرفروش‌ترین بازی‌های حال حاضر پلی استیشن و استیم که تو این چند هفته‌ای که اومده همه چارت‌های پلتفرم‌ها رو زده ترکونده و حسابی سر و صدا بپا کرده. ولی دلیل ترکوندنش چیه؟ هلدایورز 2 یه بازی شوتر سوم شخص و آنلاین و مولتی پلیره که یکم هم منو یاد هیلو سوم شخص میندازه، یکم بهش شبیه. شما در واقع به عنوان سربازی نخبه‌ای بازی میکنید که توسط یه سازمانی جمع‌آوری شدن تا در برابر دشمنایی که میخوان کل سیاره رو نابود کنن بجنگید. انمیای بازی هم اکثرا موجودای فضایی و ربات و اینا. بازی حالت تک نفره و سولو هم داره، ولی بیشتر فانش و لذتش به چند نفره بازی کردنشه که اگه دوستای پایه داشته باشید میتونید حسابی لذت ببرید ازش. بازی خیلی فانیه، گرافیکش و ویژوالش و گامپلیش خوب طراحی شده، انمیاش هم نسبتا زیاد و سختن، ولی خب متاسفانه بازی رایگان نیستش و $40 براتون آب میخوره. شماره 11 دث استرندینگ یکی از بزرگترین و بهترین و خاص‌ترین بازی‌های کوجیما. دث استرندینگ کاملا انحصاری پلی استیشن 5 نیستش، برای PS4 و ویندوز و بقیه پلتفرم‌ها منتشر شده، ولی حیف بود که توی لیست نذارمش. دث استرندینگ بازیه که یا قرار بدترین و حوصله سربرترین بازی عمرتون باشه یا قرار خیلی باش حال کنید و معتادش بشید. دلیلش اینه که کل بازی حول محور پیاده روی و گشتن توی مپ خیلی بزرگش میچرخه، واسه همین شاید برای بعضیا حوصله سربر باشه. داستان بازی توی آمریکا اتفاق میفته که بعد از یه اتفاقی مثل بیگ بنگ و منفجر شدن شهاب سنگ توی زمین باعث شده بخشایی از زمین نابود بشه و موجودات فضایی وارد زمین بشن. شما به عنوان سم پورتر بریج بازی میکنید که در واقع یه پیکیه که وسایل مورد نیاز آدما رو جابجا میکنه و به خاطر همین اکثر وقت بازی توی گشت و گذار و چرخیدن توی مپ میچرخه. به نظرم اگه بتونید با فضای بازیش و استوریش و مخصوصا شخصیت سم پورتر یا همون شخصیت اصلی بازی ارتباط برقرار کنید به یکی از بازی‌های مورد علاقتون تبدیل میشه. شماره 10 گران توریسمو 7. گران توریسمو کنار نیت فور اسپید و فورزا هورایزن یکی از خفن‌ترین ریسینگ‌های تاریخه که در واقع شبیه ساز یا همون سیمیولیتر ریسینگه. یعنی بازی هم رانندگیش هم فضاش و هم گرافیکش ریالستیک و طبیعیه و شبیه واقعیته. واسه همین اگه ماشین باز باشید و دنبال یه بازی بگردید که توجهش به
جزئیات و مکانیک رانندگیش و قابلیت تیون کردن ماشیناش مثل عوض کردن لاستیک و تقویت موتور و این چیزاش خیلی خوب باشه، گراند توریسمو 7 بهترین انتخابتون میتونه باشه. شماره 9 گادآوار رگناروک. گادآوار هم که دیگه از نسخه 2018 تا همین رگناروکش یکی از بزرگترین و پرفروشترین انحصاریای سونی بود و هنوزم که هنوز هست و مثل بنز داره میفروشه. ولی رگناروک به نسبت نسخه 2018 پیشرفت‌های زیادی داشته. از تنوع مپش و بزرگی دنیاش گرفته تا تنوع انمیاش و باس فایتاش و از اونورم پیشرفت گیم پلیش و قابلیت اتکاش و سلاحاش. ولی اینکه گیم پلیش و فایت و کامبتاش در حد کامبت‌های سری‌های قدیمیش و سگانه افسانه‌اش بود یا نه رو میسپارم به شما که تو کامنت‌ها بگید که قدیمش بهتر بود یا الانش. شماره 8 رچت اند کلنک ریفت پارت. فرانچایز رچت و کلنک هم مثل سونیک و کرش و ماریو یکی از محبوب ترین فرانچایزهای قدیمیه که توسط اینسامنیاک گیم ساخته میشه و آخرین نسخه‌ش هم رچت اند کلنک ریفت پارت که واقعا بازی فان و سرگرم کننده‌ای و کاراکترهای خیلی خوب و باحالی هم داره. بازیایی مثل همین رچت و کلنک و سونیک و کرش نشون دادن که همیشه قرار نیست بازی‌ها کاراکترهای عجیب و غریب و داستان‌های پیچیده داشته باشن. مهم هدف اولیه گیمه که سرگرم کننده باشه. گرافیک و ویژوال بازی واقعا خیلی خوبه. طراحی دنیاش خیلی خلاقانه است. تقریبا یه دنیای نیمه جهانباز داره، کامل جهانباز نیست ولی بزرگه. اگه گیم پلی فان توی بازی خیلی براتون مهمه حتما برید سراغش. شماره 7 فاینال فانتزی 7 ریمیک. فاینال فانتزی 7 یکی از محبوب ترین سری‌های فاینال فانتزیه که اولین انتشارش سال 1997 برای پلی استیشن 1 بوده ولی ریمیکش سال 2020 برای پلی استیشن 4 و 5 منتشر شد. یکی از مورد انتظارترین ریمیک‌هایی بود که خیلی‌ها منتظرش بودن. خلاقیت سری‌های فاینال فانتزی و کاراکتراش و استوریش همیشه خوبه که یکی از بهتریناش هم همین فاینال فانتزی 7 که ریمیکش واقعا خفن بود. هم گرافیکش خیلی پیشرفت کرده بود، هم ویژوالی خیلی خوب شده بود، هم کامبتاش و فایتاش بهتر شده بودن، باس فایتاش هم همچنان خوب بودن. در کل اگه بخواید برای اولین بار سری فاینال فانتزی رو امتحان کنید این نسخهش بهترین گزینه‌تون میتونه باشه. شماره 6 فاینال فانتزی 7 ریبرس. ریبرس هم دنباله همون فاینال فانتزی 7 ریمیکه که همین چند هفته پیش 29 فوریه منتشر شد و نمره‌هاش و امتیازش از منتقدا عجیب و غریب خوب بوده. تقریبا نمره میانگینش تا الان 92 از 100 که خیلی نمره بالاییه. 100% یکی از نامزدهای بهترین بازی‌های 2024. داستان بازی در واقع دنباله داستان فاینال فانتزی 7 ریمیکه. کاراکتراش همون کاراکتران. تقریبا هم 7 تا کاراکتر قابل بازی داره که هر کدوم هم داستان خودشونو دارن. خبر خوبم اینه که انحصاری بودن فاینال فانتزی ریبرس هم زمانی و احتمالاً بعداً برای پلی استیشن 4 و شاید بقیه پلتفرم‌ها منتشر بشه. شماره 5 ریترنال. جدیدن که بازی شوتر رو مخصوصا شوتر سومش از خیلی کم داریم و واقعا نمیدونم چرا. شاید شرکت‌ها ایده براش کم دارن ولی ریترنال یکی از انحصاری‌های خوب و جدید پلی استیشن 5 که شوتر سوم شخص و فضای علمی تخیلی داره. داستان بازی توی سیاره خیلی عجیب و غریب و پر از موجودات فضایی به اسم آتروپوس اتفاق میفته که شما کنترل فضانوردی به اسم سلن رو دارید که میخواد گذشته سیاره و راز و اسرارش رو بفهمه و به خاطر همین میفته دنبال موجودات فضایی و کشتنشون و گذشتن از جاهای عجیب و غریب سیاره که میشه گفت تقریبا نابود شده. در کل فضای بازی و گرافیکش و طراحی محیطش و المانای داخل سیاره و از اونورم آب و هواش و طراحی آسمونش واقعا خیلی خوبه. اگه فن بازی‌های شوتر که گام پلی خوبی دارن باشید 100% حال میکنید باش. شماره 4 آنچارتد لگاسی آف سیوز کالکشن. این کالکشن در واقع یه مجموعه‌ای از بازی‌های آنچارتد که آنچارتد 4 و آنچارتد لاس وگاسی نسخه ریمستر توش هستن. همونطور که میدونید آنچارتد 4 و لاس وگاسی انحصاری پلی استیشن 4 واسه همین سونی یه حرکت خوبی زده و اومده خود آنچارتد 4 و ریمستر لاس وگاسی رو آورده روی پلی استیشن 5. سریای آنچارتد هم که دیگه نیاز به تعریف ندارن. به جرئت یکی از بهترین انحصاری‌های سونیه که جزو معدود فرانچایزام هستش که تک به تک سریاش واقعا هم داستانشون هم گیم پلیشون هم کاراکتراشون عالی بودن. شماره 3 گوستاو سوشیما. گوستاو سوشیما هم از اون بازیاییه که قرار قسمت‌های بعدش بیاد و مثل گادآوار و آنچارتد و لاستاواس تبدیل بشه به یکی از بهترین فرانچایز و انحصاری‌های سونی. همین روزا هم قرار نسخه پیسیش بیاد که من خودم به شدت منتظرشم. گوستاو سوشیما در واقع داستانش توی ژاپن قدیم اتفاق میفته. جایی که مغولا به ژاپن حمله کردن و تقریبا دارن کل کشور رو فتح میکنن.
شما هم به عنوان جین ساکای که یه سامورایی حرفه‌ای بازی میکنید و باید از کشور دفاع کنید، البته به صورت مخفیانه و اساسین طوری. بازی گرافیکش و فضای جهانبازش و اتمسفر یونیک ژاپنیش و آهنگای خاصش واقعا فوق‌العاده عالیه. از اونورم کامبت‌های ساموراییش و کشتن انمیاش با کاتانا و مکانیک فایتش بی‌نهایت لذت بخشه. قسمت دومش هم حدس میزنم چون میخواد نسخه PC نسخه اولو همین روزا منتشر کنن، همین امسال به احتمال زیاد معرفی شه. شماره دوم مارول اسپایدرمن 2. اسپایدرمن 2 یکی از بهترین انحصاری‌های سونی تو سال 2023 و حتی یکی از بهترین بازی‌های همون سالم بود. گرافیکش و گیم پلیش و دنیای جهانبازش به نسبت مایلز مورالز پیشرفت‌های زیادی داشت. هرچند داستانش به نسبت ضعیف‌تر بود، ولی بازی ویلناش و انمیاش مثل ونوم و سندمن، از یه طرفم گیم پلیش بیشتر کامیک تور بود. از اون برم ترکیب مایلز مورالز و پیتر پارکر که هر کدوم هم قابلیت‌های جدیدی بهشون اضافه شده بود، مثل قابلیت سیمبیوت پیتر پارکر و از اون برم گجت‌های جدید مایلز مورالز و قابلیت پرواز کردنش، گیم پلی بازی رو خیلی بهتر کرده بود. در کل اسپایدرمن دیگه مثل همیشه یکی از پرطرفدارترین بازی‌های دنیاست. و بالاخره شماره اول دلستاواس پارت 2. خب اینجاست که میرسیم به یکی از پرچالش‌ترین و پرحاشیه‌ترین انحصاری پلی استیشن تا به الان. اگه لستاواس 1 رو بازی کرده باشید و تمامش کرده باشید، می‌بینید که اصلا نیازی به ادامه داستان و قسمت دوم نداره. ولی ناتی داگ پارت دومش رو ساخت و منتشر کرد و دیدیم که چقدر خفن بود و چقدر خوب تونستن داستان رو ادامه بدن. اول از همه میریم سراغ گرافیکش، جایی که هم گرافیک محیطش و فضاش، هم طراحی چهره‌هاش و کاراکتراش عالیه. از اونورم گیم پلیش و هیجان درگیریش با انمیا و زامبیا خیلی بالاست و خیلی خوب حس استرس و ترس و وحشت رو به آدم منتقل میکنه. شاید بهترین بخش بازی همین گیم پلیش باشه، ولی جایی که صحبت دربارش زیاده داستانشه. به نظر خودم داستان کششدار و پرهیجانی داشت. مثل پارت اولش کاملا حس استرس و اضطراب خوب منتقل میکرد. مخصوصا شخصیت پردازی الی خیلی کار شده تر و پخته تر شده بود. ولی اینکه پایان بندیش چطور بود و بازی خوب تموم شد یا نه رو میذارم به عهده شما که توی کامنت ها بگید که به نظرتون پایان بندیش خوب بود و باید بازی این شکلی تموم میشد یا نه، چون هر کس نظر و سلیقه متفاوتی داره. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با من بود. مثل همیشه امیدوارم با ویدیو حال کرده باشید و این چند دقیقه‌ای که پای ویدیو بودید لذت برده باشید و به دردتون خورده باشه. اگه با ویدیو حال کردید لایک و کامنت یادتون نره. اگه تا حالا کانال رو ساب نکردید حتما این کارو بکنید که ویدیوهای خفنی تو راهن. دمتون گرم. فعلا.